گروه نجات دهندگان شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند شروع از ساعت 10 تا 13 دوام امروز سنه 28 اپریل جسد جوان 21 ساله را از دریای سیر جستجو می‌کنند. این گروه نجات دهندگان از پل جشنی تا به نزدیک بینای مأموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق جسد را کافت و کاو کرده هنوز پیدا نکردند. گفته می شود که 2 نفر جوانان که یکی دختر و دیگر پسر خود را از بالای پل جشنی به دریای سیر پرتافتند. حادثه تقریبا ساعت 10 رسما از جانب شعبه ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند به قید گرفته شده است. هر دو دانشجو می باشد. نجات دهندگان بخش ریاستی کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند که 2 نفر را تشکیل می‌دهند حالا در دریای سیر قرار دارند. آنها جسد یک جوان 21 ساله را که گفته می شود از ناحیه عین اسب جستجو می‌کنند، اما نتیجه جستجو دوام 3 ساعت آخر به نتیجه انجام یافته ایستاده، زیرا موج آبی دریا بنابر وزش شمالی سخت‌تر تیز می باشد. صبح امروز از ماست جشنی 2 نفر، یکی دخترک و دیگر پسرک که آنها را دانشجو میگویند، خود را به دریای سیر پرتافتند. دخترک زنده است و جوان را جستجو میکنند. گفته می شود که جوان پسر 21 ساله و دخترک 18 ساله است. بعد از بالای پل جشنی پرتافتن دخترک را نجات می دهند، اما جسد جوان را از حساب تیز بودن موج آبی دریای سیر هنوز پیدا نکردند. از روی معلومات های پیشکی دخترک 18 ساله از ولایت ختلان و جوان پسر باشد از ناحیه عینی ولایت سوق بوده دانشجوی دانشگاه طبی بوده است. شهروند ناحیه عینی جماعت فام دریا قشلاق پدرود می باشد و دختری که همراه وی بود استقامت کنید شهر قرغان تپه شهری که لیواکند بوده در اینجا در دانشکده طبی تحصیل میکنه. سبب و عامل‌های حادثه به عمل آمده را مسئولین مقامات‌های داخلدار مورد تحقیق قرار می‌دهند، زیرا نسبت به این حادثه پرونده باز شده است. این حادثه در سال 2022 بار دوم به قید گرفته شده است، زیرا از این پیش نیز یک زن خود را از بالای پل کهنه به دریا پرتافته نجات یافته بود. زورشی مفنشکور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.